سلام بچه ها، صبح بخیر. اومدم یکی از شاگردان بهتون معرفی کنم که خیلی عالی بودن. باهاشون مصاحبه میکنم، گوش کنیم. سلام خانم ونکی عزیز، خوب هستی؟ ممنونم، مرسی. خب از آموزشتون راضی بودی؟ خیلی دست درد نکن، خیلی ممنون. 2 روز خوب راه افتادم. خیلی هم عالی. البته خب خیلی راه دارم تا به شما بخوام برسم، ولی خب خیلی آفرین به اراده خودتون. خیلی خوب بود، ممنونم. آفرین به اراده خودتون. خانم ونکی عزیز جلسه اول بچه ها راه افتادن. خیلی سریع تمام نکاتی که گفتم، نکات آموزشی که گفتم و گرفتم و سریع انجامش دادم و خیلی راحت راه افتادن. قبلا هم تمرین داشتین خانم ونکی؟ نه اصلا 50 سال اخیر من اصلا دست به دلچرخه نزدم، مگه همین هفته پیش تو بانوان که برداشتم ولی نتونستم سوار بشم. 2 مرتبه گذاشتم. فکر میکنم 50 سالی بود از که 12-13 سالم بود دوچرخه سوار شده بودم دیگه. بعد از اون دست به دوچرخه نزدم. خیلی هم عالی. الان چند سالتونه؟ الان 63 سالمه، چند دیگه میرم 64 ساله میشم. ای بله. مرسی. خیلی عالی هستن خانم ونکی. خیلی خوشحال شدم، دوست داشتم که با شما هم به اشتراک بذارم این آموزشو. خیلی خوشحال شدم. قربونت عزیزم، فدات شم. البته خب منم شاگرد خوبی بودم. خیلی خوب بودین، خیلی عالی بودین. گوش کردم. آره واقعا عالی بودن خانم ونکی. قربونت برم عزیزم، ممنونم، خسته نباشی. قربون شما. برو عزیزم. دور بزنم. آره برو عزیزم.